ای جوانی زود رفتی از برم یادت بخیر. تا تو بودی نزد خوبان اعتباری داشتم. آخرین قسمت گوتل آرزوست. نمیفهم شاید 4800 4900 متر ارتفاع داشته باشه. خیلی بلند است. نفس کشیدن نمیشه، اکسیژن کم است. وقتی نفس کش کنین هوا خوب است، شمال است، همه چیز است. کوه زیباست، بیشتر با پیریخ هاست. وقتی که نفس کش کنین ششایتان از اکسیژن پر نمیشه. معنای کمبود اکسیژن است. 1800 متر هم مقاومتگرا هستند، همگی موجود هستند، هم بیرقشان. زنده باد مقاومت، زنده باد، زنده باد مقاومت، زنده باد، زنده باد مجاهدین، زنده باد. مقاومت ادامه داره، ادامه دارد. تکبیر، تکبیر، تکبیر. حضور بابا تکبیر دیگه نداشت. وای وای. مانده نباشه. اوه شما میشه هستین؟ چی مردمه شرف رفیقای نیمرای که منافع شخصی خودشانه بر منافع جمع ترجیح میتن. با پای میگه که سرعت قطار باید به اندازه آهسته ترین شخص باشه که بارات از ما سنگری است. لیکن رفیقای ما به خاطر رسیدن به هدفشان عجله کردن. تجربه تاریخی نشان داده که هر کسی به خاطر رسیدن به هدف خود عجله کنه و شتاب کنه و اون نمیرسه. تا دیدار آینده، خداحافظ. اینی جاره ایستون ایره به نام عجلم. عجلم میگه ایره ای به تفلکا مفید به تفلاشی توش دلش هم میگیره. بسیار غلط آمده.